و همین گفتنی هستم برادران عزیز گرامی که لشکری بسیار ناید بکار 200 مرد جنگی به بود از 100,000 100,000 آدمی ما و شما اگر حاضر در این میدان در تمام میدان ها اگر توپ شویم یک کاری نیکویی اکی ملا نعمت کرده نمیتوان. سبب من در شما بگویم در وقتایی که نافهمیگری کشفهمیگری کشامکش در بین ملت بود که در همین درون که برای جامعه برای خلق برای حکومت خدمتی که در رسانیده بودی آدم همینش کفایه های برای ما و شما. دیگه من همینه گفتنی هستم با شما که این کس بیرق برداری اسلام در اصل بود. در وقتایی که این کس داملا برادرمان داملا را برای تحصیل علم تربیت کردن در اون وقتایی که رختگری پدر پیسری خود را الف نشان نمیداد در همون روزایی که رختگری این آدم برادری خود را تربیت کرد تعلیمی علم کرد سراسری کشوری تاجیکستان مانا نهر از داملا استفاده برده ایست آدم. این خدمتایی که بود خدمتایی آخون ملا نعمت بود. همینه به شما گفتنی هستم برادران عزیز گرامی که اگر من تا بگهد توصیه نیکی های خدمت های اکی ملا نعمت در وصفی داملا کنم این به اخیر نمیرسد. لیکن چند سال مقدم حضرت داملا من روبروی من هستی هر دومان تنها بودیم حضرت داملا را من گپ زده بودم. برادران از نام حضار محترم از نام عزیزا بزرگا داملاها خاریای محترم سادات محترم که در این محفل خیلی حضورند اولا با فرزنده و پیوندای مرحوم ایشان محمد طیب علیه الرحمه اظهار تسلیت بیان میکنیم و از درگاه خداوند حنان و منان مسئلت اون را داریم که پروردگار برای فرزندان تقوای پدر راه رویش پدر آداب و اخلاق پدر نصیب روزی بیارد. واقعا این بزرگا در همون زمانهایی که ما جوان بودیم ما یک شرط فرصت مردم مسلمان آداب و تقوا و اخلاق خیش را با اینا موافق می‌کردند. اینا یک حق آزمایشی بودند که هر کس میخواست که معین کند که همین در کدام درجه قرار دارد تقواش تا کدام حد است البته که به همینو پیروی میکرد. حیات اینا یک نمونه عبرت بود. زیرا در همون زمانهای شوروی را الحمدلله سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک نمیکردند. الحمدلله که جامعه و جیلنگ داشتن سله داشتن و همون جوانو را خوردی همینا را دیده و به اسلام محبت میکردن و ایلو در مکتب و درس نبود تعلیم اسلامی نبود. برای خدمت هایی که اینو کردم به خدا قسم به هیچ چی قیاس کردن نمیشه. واقعا خدمت حقیقی کردن. خاصتا سادات خاصتا ایشانا با قول امروزه ما همین جوانا کودککا بابای ایشان میگفتن دلشو گل میزن و به خاطر اون که در همین سیمای ایشانا اسلام میدیدن پیروی به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم مشاهده میکردن. در حدیث اومده است در حدیث گوهرباری که امام بخاری روایت میکند رسول خدا صلی الله علیه و سلم و امتان مراجعت کنان فرمود ترکت فیکم امرین او ثقیلین لن تزلوا ما تمسکتم به. در بین شما دو چیزی بزرگی را گذاشتم که مادامی که به همون چنگ بزنه انشالله هرگز گمراه نمیشوید. همیشه انشالله به هدایت الله راه حق در میابید. کتاب الله و عترتی یکی کتاب الله قرآن عظیم الشان و دیگرش عترت من بود اولاد من
در همه عصر زمان الحمدلله سادات، من در نظر دارم اون سادات طیب طاهر که واقعا افتخار میکنن به سیدزاده بودن، به اولاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، فخر فروشی نمیکردن. همیشه سعی میکردن که به همون جد اعلای خود پیروی داشته باشن، تقلید داشته باشن. همیشه جد اعلاشون براشون الگو بود در زندگی. بعدم حضرت تاکید کرد الله فی عترتی، از خدا بترسه، خیانت نکنه در حق عترتی من، احترام شو کنه، پاس شو بداره. واقعا همین سادات اکثری کلش در همون زمانهای فسق و فساد شوروی نیست. الحمدلله رب العالمین راه رویش منسک شو درست داد، راه رویش محمدی بود صلی الله علیه و سلم. شریعت می آموزاندن، تعلیم می دادن. برای طالب علمو که در مکاتب رسمی نمی خوندن، پیش دامله‌ها در تحصیل می گرفتن، خانقاه و حجره های سادات باور کنید مکان استیپندیگیری بود. همین طلبا هم همین مبلغشو خلاص میشید، آخری هر ماه یه میزدن خانقاه بابای ایشانی عبدالرحمن جان علیه رحمه میرفتن، یا میرفتن ایشانی احمد خوجا علیه رحمه را زیارت میکردن. به هر کدامش همین مبلغی که در دستشون میغلطی در طالب علم صرفش میکردن. با قول امروزه استیپندی هاشون همو ادرا را از همین حضرت ها میگرفتن. برای یک نزد ما اعتبار حد بزرگ دارن. از جمله بابای ایشانی محمد طیب علیه رحمه، خداوند رحمت مغفرت ایشان. سادات نور دیده اعیان عالم از حرمت پیامبر، از عزت علی. سیدزاده ها نور دیده اعیان عالم به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم و به خاطر حضرت علی که از خلفای راشد ما است. گر خورده از ایشان صادر شود مرنج، نتوان شکست حرمت ایشان به جاهلی. اگر ما بودو بایتون یگان گفتگوزاری هم شید، یگان گپی سخترک هم گفت، او هم گپی سختر هم به خاطر خودت بگه، به خاطر اصلاح خودت میگه. زینهار نرنج که از روی عقل فراست نیست. احترام اولاد پیامبر صلی الله علیه و سلم که ما و شما را به خدا قسم میته که الله فی عترتی بشکنید. فردا طعام معده دوزخ شود کسی که امروز از محبتشان نیست ممتلی. همین کسی که محبت نداره، آدمی که به آل محمد صلی الله علیه و سلم به متقیا محبت نداشته باشه، او هرگز به پیامبر هم محبت نداره و به دین هم محبت نداره. از بحر آن سید کونین گفته است الصالحین لله و طالحین لی. همین خدا کنه که بزرگامون را احترام کنیم، سادات را احترام کنیم، دامله‌ها را احترام کنیم، ریشدارا و سلادارا را احترام کنیم. اگر احترام کردیم این فرزندامون هم احترامش بکنن. اگر احترام کردیم این منسک حق، راه رویش حق هرگز گم نمیشود. اگر احترام کردیم، ببینید خدای بزرگ ما را داد است. در هر کجایی که توجیک براوه به خدا قسم در آنی بیوشی کسرت سیسایو میگن این ملاه یا شریعت با خبر است. ما را هم که یک مردم شریعت دوستار و پیرو شریعت غرای محمدی میشناسن. اماش به شرافت دعوت همین بزرگ مردم بود، به شرافت دعوت همین پدرها و باباهامون بود. اگه امروز استفاده در دست ما غلطیده است. ما و شما باید تعلیم تربیت کنیم، در خانه ها ما تربیت میکنیم، در کوچه ها ما تربیت میکنیم. از خوردی باید جوانا را به محبت خدا و پیغمبر بزرگ کنیم. اگر نکردیم آخه دشمنا و شیطانای زیاد یوف میشوند که رهگم شو میزنم. همین رهگم زدن انسان هیچی نیست. آخه در یک لحظه اگر اون تخلای محبت از خوردی در قلب جوان مسلمان انداخته نشود، بعدا شاید در گردابای حیات میغلطه که او ایستا دیگه راه رویش گم میکنه. اما اگر خشتی اول چنگزاش معمار راست تا سریا میرود دیوار راست. خشتی اول که راست گذاشتی از خوردی خدا را شناخت، پیغمبر را شناخت، دیگه نه درس اتئیسم علمی و نه کمونیسم علمی و نه دیامت اسمت گمراهش کرده نمیتونه. خداوند
بابای ایشان علیه رحمه را رحمت و مغفرت کند، در بحبوحه جنت مستقر گرداند. پروردگار اما تقوایی که داشت، عباداتی که داشت، محبتی که داشت در قلب فرزندا و قوما و تمام مسلمانای این دیار جا کند که پیرو پدر و باباهامون باشه. راه آبان که آن جمعیت است، معلی تقلید ضبط امت است. اجتهادم در زمان انحطاط قوم را در همه پیشت بشاد. اما راه بابا و پدرات سخت بقف. ز اجتهاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگان محفوظ تر. از بعض نمیدونم این نوپیداهای ابلهی که کوشش میکنن که در شریعت، در دین، در مذهب اختلافا بدن، آنها اقتدا با بزرگانو که خیلی پاکیزه و تازه تر بودن محفوظتر و خوبتر است. فکرشان ریست همه باریکتر، ورعشان با مصطفی نزدیکتر. اون مردکا پیشایو که یک کاری را کنند اول اندیشه میکنن که همین کار فایده و منفعتش به جامعه میرسه یا سبب فتنه میشوه و پرهیز تقواشو به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر بود. بابای ایشان از همون زمره بود. پروردگار از تمام بلا و آفات فرزنده و اهل خاندانش حفظ کرد. خداوند بابای ایشان رحمت و مغفرت کرد، در بحبوحه جنت مستقر کرد. از شفاعت جدی اعلاش محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار و با نصیبش گرداند. پروردگار پیروی دستگیری از بزرگوار برامون نصیب روزی بگردان، زیرا هر کس فرد روز قیامت همراه محبش حشر می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم علیه حکم شبر آورده است، مهر خاتمه را هم گذاشته است. المرء مع من احب فانک مع من احببت. هر مرد همراه محبش حشر می شود. به شکل شبهه فرد روز قیامت همراه محبات حشر می شود. خداوند همین محبت بزرگامون، محبت استازا را، محبت خادمای را که خدمت دین کردن که الحمدلله رب العالمین او شما امروز صاحب عقیده مستقیم هستیم. الحمدلله که دشمن نمیتونه ما و شما را گمراه کنه. در نظر دارم دشمنای دین اسلام و پروردگار عاقبت امورمون به خیر انجام بده. برامون حیات اسلامی، مرگ اسلامی و فردا روز قیامت محشور گشتن همراه مؤمنان محبان الله و محبان محمد صلی الله علیه و سلم نصیب روزی گرداند. آمین. ما قتل ایشان محمد طریق همسوزیم 71 سال مای پیش که مقصود مردم میخونیم 30 کس جمع شدن و ملابسه افتاد که آخر زمان میشود در روده آهنی کوپریت آهنی پدر مادر و برادر حالا هم ایشان محمد طریق گفت که افتقاد در بند ایدار میشود 71 سال مای خدای کلمه سرحتم در یوش همین گپ زد. این همون گپ همین 48 روز میومد افتقاد همون بند ایدار شد. کرامات اولیاء حقه، هیچ جای شک شبهه نیست. یعنی مردک حکیم ما هم پرسیم کرامات اولیاء با آیات قرآن ثابت است، با احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم با آثار صحابه و بزرگان دین ثابت است. هیچ جای شک نداره. فقط همین را باید ما بدونیم که او کرامات فوکوس نیست که کی بخوای نشونش بدی. همون وقتی همون کار میشوه همون صاحبش حتی خودش در تعجب میمونه. هیچ خیر شده چی نمود چی. ولی متاسفانه در ذهن عوام هم خیلی شیشته است که هم فلانی هر چیزی عدیلت بگذاره میدونی کی پیش برای میدونه برای چی خاطر اومده. همین اصلا اصطلاح‌های عوامانه اسخنای عوامانه هستند. معجزه هم عطای پروردگار است که به پیغمبراش میده. کرامات هم عطای الله ذوالجلال است که بین بزرگای دین میده، به اولیاء الله میده. اما هیچ کدامش از پیش خودش کار کرده نمیتونه. همه از جانب پروردگار است. شیخ سعدی میگه یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشنگهر پیری خیردمند ز مصرش گفتی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی. شخص میگه از حضرت یعقوب علیه السلام سوال میکنه که ای حضرت 3 روز در چاه کنعان بود در این تعلق گفتی نفهمیدی ندونستی و چقدر بوی پیراهن شای مصر شنیدی. بگفتا حال ما برقی جهان است، دم پیدا و دیگر دم نهان است. گفت این در اختیار در دست ما نیست. گهی بر طارم اعلا نشینم
گهی بر پشت پای خود نبینم. حالت میشه خدای تعالی حجاب از پیش چشم میگیره، ملکوت همه بینم، تسبیح های ملائکه ها را میشنوم، اما حالت میشه که این پشت پام در چی واقع میشه نمیبینم. اگر درویش در حال بیماندی سری دست از دو عالم برفیش ماندی. بزرگان میگفتند که کرامات الابرار بین التجلی و الاستتار، این کرامات و بزرگی ها و این امرهای خارق العاده که بعضا از همین بزرگای دین دیده میشود، این بین تجلی و استتار است. یعنی اختیار در دست خودشون نیست، همیشه این کار کردن نمیتونه، اما همین مسئله که کرامات حقیقی جای شک شبهه نداره. از آدم پاکیزه و تازه بود. این اکرمکم عند الله اتقاکم، مکرمترین بنده ها در پیش الله از همون هست که تقوی بیشتر داشته باشه. هر کی تقوی بیشتر داره با کرامات هم اولاتر و نزدیکتر است، انشاءالله با دوستی پروردگار هم اولاتر و نزدیکتر است. هیچ جای شک شبهه نداره. شما نگران بود مشاهده